بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت حضار محترم و بالاخص دوستان عزیز خلافکار. خب البته همه ما میدونیم که آدم ها گاهن از نداری و بدبختی و گرفتاری است که دست به کارهای خلاف میزنن و از قدیم هم گفتن که آدم خلافکار دین ایمان ندارد. خب حالا این یعنی چی؟ خدمتتون عرض میکنم. اولا فکر نکنید که خداوند شما را فراموش کرده. شاید درهای زندان به روی شما بسته باشد، اما درهای رحمت خداوند همیشه به روی شما بازه. اینقدر به فکر راههای در رو نباشید. خب خدا که فقط متعلق به آدمهای خوب نیست، خدای آدمهای خلافکارم هست و فقط خود خداست که بین بندگانش فرقی نمی‌گذارد. فی الواقع خداوند اند لطافت، اند بخشش، اند بیخیال شدن، اند چشم پوشی و اند رفاقت است. رفیق خوب و بامرام همه چیزش را پای رفاقت می‌دهد. اگر آدم ها مرام داشته باشند هیچ وقت دزدی نمی‌کنند، ولی متاسفانه بعضا آدم ها تکفری می‌کنند و این بد روزگار است. بایستی ما یه فکری به حال اهلی شدن آدم ها بکنیم. اهلی کردن یعنی ایجاد علاقه کردن و این تنها راه رسیدن به خداست که بسیارم مهم است. من قصد نصیحت ندارم، چرا که فایده‌ای هم ندارد و اصلا به زور هم نمی شود کسی را وارد این است که آدم باید اصلا بذارید با این شعر من جمله رو تمام بکنم. تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه فقط تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. من از همینجا آرزو میکنم که شما هر چه زودتر از اینجا آزاد بشید و راه خودتون رو پیدا کنید. شما هم دعا کنید که من هم پیدا کنم و من دیگه شما رو اینجا نبینم و شما هم بنده اینجا نبینید. انشالله که یه جای دیگه هم دیگه رو ببینید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خیلی ممنونم از شما. خداوند خیرتون بده. ما را ببخشید که زیاده گویی کردیم. احسنت بر شما مردم صبور. خدا حافظتون باشه. اما این خیلی بی‌رحمانه است جناب مجاهد.